محمد رضا شجریان اول مهر ماه 1319 در مشهد متولد شد. چنانکه خود در خاطراتش از ایام کودکی بیان کرده، در دبستان به آموزش تلاوت قرآن کریم نزد پدر می‌پردازد و در 9 سالگی تلاوت قرآن را آغاز می‌کند. در سال 1331 برای نخستین بار صدایش از رادیو خراسان پخش می‌شود. پیگیری جدی کار آواز سبب می‌شود تا در سال 1338 وی به اجرای آوازهایی بدون ساز و نیز قرائت قرآن برای رادیو خراسان بپردازد. وی بعد از چند سال تدریس و مدیری دبستان‌های مشهد در سال 1346 به تهران منتقل می‌شود و از همان بعد ورود با استاد احمد عبادی آشنا می‌شود و همزمان به همکاری با رادیو ایران می‌پردازد و در کنار آن به کلاس درس آواز استاد اسماعیل مهرتاش می‌رود و در همین سال اولین برنامه در رادیو ایران را ضبط می‌کند. شجریان در سال 1355 از فعالیت در رادیو استعفا می‌دهد. وی در سال 1357 در مسابقات تلاوت قرآن سراسر کشور به مقام نخست می‌رسد. در فاصله سالهای دهه 60 شجریان همکاری گسترده‌ای را با پرویز مشکاتیان آغاز می‌کند که حاصل آن آلبوم‌های ماهور، بیداد، نوا و دستان است. به من گفتی که دل دریا. شجریان در طول این سالها بارها در داخل کشور و خارج کنسرت‌های متعددی را برای موسیقی دوستان برگزار کرد. آلبوم‌های یاد ایام، آسمان عشق، دلشدگان، چشمه نوش، گنبد مینا، جان عشاق و مرغ خوشخوان از جمله آثار این خواننده است. شجریان در سال 1378 جایزه افتخاری یونسکو با عنوان جایزه پیکاسو را دریافت می‌کند. ریاست شورای عالی خانه موسیقی ایران، بنیانگذاری گروه شهناز و ابداع چند ساز موسیقی از جمله فعالیت‌های این هنرمند به حساب می‌آید. چهره متفاوت شجریان در سال 1395 خبر از ابتلای وی به سرطان می‌دهد. خود من هم با یک مهمان 15 سالی سال‌هاست که آشنا و دوست شدیم با هم دیگه. الان هم من به خاطر اون اینجا ایستادم و طبق دستور ایشون من موهای سرم کوتاه کردم. و بیماری که مدتی برای درمان آن به آمریکا سفر می‌کند و طی 4 سال گذشته بارها در بیمارستان‌های مختلف بستری شد. محمد رضا شجریان 14 مهر ماه سال جاری با افت هوشیاری مجدداً در بیمارستان جمع بستری شد. این هنرمند موسیقی ایران بعد از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را ودا گفت. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.